مدگل زنده است. مدگل با چاقو کشته. شما دید به یک ویدیوی سم دیگه خواهد نه ریدی داداش. رسته یا طرفداریه یا حمایته، هر چی که هست. یا به قرار برینین به اینا کف توییت تا کف تلگرام اینستاگرام سابسکرایب کن. انگلیسی نذاری یعنی بذاری. بریم سراغ ویدیو. شوهر داره و چیز نیست، مدگل نیست. این یعنی چی و منظور میرسونه؟ من نمیدونم آجی. من هدشات شدم با این عکس، خودتون ببینید دیگه. ویدیو قبلی به آخر وسطای ویدیو پرداختیم بهش. من یه کاری کردیم فکر کنم دیگه ویدیو نذاره تو اینستاگرام سیمی. بعضی میگه سیمی نه سیمی. اوه نباید الان چیزی که میخوام ببینم. انتاشو بریم بخونیم ببینیم چه سمی ردیابی شده. یارو زده به یه مش جاده و مثلا روشنفکر برخورده، یعنی حرفش حق بود. انسان خودش جاده بلند میکنه، با دست بلند میکنه، کارش حرفه‌ایه. اینجا رو حذف کن. بیونید اگه فکر کنید مدگل زنده است. بریم ببینیم چی رد و بدل شده. یه استوری گذاشته و یه یارو ازش اینو پرسیده و اینو جوابشو داده. گفته که آتوسا بچه دار نمیشید؟ دوستتون دارم، بچه‌تون رو ببینم. بعد مدگل خوشگل در جوابش گذاشت شما بچه‌ها مید دیگه. چقدر ریزش فالوور داشته باشه. حالا از من گفتم بود. مدگل زنده است. آکواریوم معذرت. یارو نوشته 15 مگ واسه یه جاده. هر کی ویدیو مدگل باز میکنه نتش رفته. به نظرم دیگه ویدیو مدگل دانلود نکنید. از بس بهش گفتید مدگل زنده است روانی شده. عنوان ویدیو داره دایت آی لای. بعد مدگل کردید دیگه. اینقدر رفت داریکت که همونه خودشو بگیره ریپورت کنه. امینم رپ میکنه سامنه من نه نکنه. از اینو نذار. آریو مدگل زنده است. که نمیدونم اینو دیدید یا نه. برامونش یه خبر ساخت که گفت آیسان زن ستیزه. آیسان تو BBC عنوان یک زن ستیز که برای جامعه ضرر داره معرفی کرد. فامیلاشون از ایران دیدن فکر کردن قهرمان المپیک شده، بهش تبریک گفتن. به یه ورشون هم نبود که چه اتفاقی افتاده. تخممی تو چهرهش دیدیم دیگه. این فامیلای ما بچهای شما به من بدن تبریک میگن که اینگاه با قهرمان المپیک شدم. که اخبار تی صحبت بکرده میگن اخبار صحبت کرد. اوه کسخول این چه صحبتی بود کرد. این چه تبریکی بود به من داری میگی. یهو به غدیر نفرستین در مرمش بدبخت وایسه بگین آره آقایزان خیلی معروفه در اخبار میگه. این داره در اخبار باشی میگی و مثلا نگه این فلان معروف دیدی چیزی بگه آبرومون بره تو BBC. این چه تبریکیه. بعد این دیگه رو به شمالی بگم جانبرار اموزن این چی تبریکی کنی باشند منه گیرن تبریک منه کنی باشنی هم رو داری یا میام رو داری باشی بودم فامیل جان این چه تبریک. دوستان از ماتریکس خارج شده دیکیونش عروسیه دیگه هیچی نشده. من داره میگه مثلا نزد که آیسان قهرمان المپیک شد که داره گود کرد دیگه. تبریکی چی میگیم. بیسی خودش 10 میل فالوور تو 2 ماه نتونسته در بیاره. از آیسان هم بره بالا دیگه. این منم قراره بره بالا دیگه. ستیز آخه وای 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 زده مسیح علی نژاد. به سلامتی مسیح علی نژاد. خدایا بله هر چی کسخلت. مسیح علی نژاد چه میرجون حق گفتن. زده کیر تو فمینیسم. این کسی که میخواد هی بازدید بگیره ولی داره موفق هم نمیتونه بشه. هنوزم نمیتونه بشه چون بلد نیست. این اومده خواهی نمیدونم آیسان قبول ندارم اصلا اهمیتی نمیده. ما سلام بچه‌ها. من ویدیوی عذرخواهی آقای آیسان اسلامی رو که نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود دیدم. از حق خودم گذشتم ولی از حق گریه‌های پدر مادرم اصلا نمیذارم. از حقت گذشت. چه حقی؟ من که حقی ندیدم. سلام ماما خوبی؟ من این موضوع که شنیدم اصلا گفتم من نگید که چی گفته و چه حرفی زده و اینا ولی خیلی ناراحت بود. ولی آدم بی‌ریشه‌ای بوده که اینطور حرف زده. هر چی گفته الان و راستشو بخوام بهتون بگم
نمیدونید که من این روزا، این 2 روزی گذشت چقدر احساس شکست کردم. احساس شکست کرده به خاطر اینکه من خیلی تلاش کردم که به تمام دخترای ایرانی ثابت کنم، بگم میتونید موفق، اینو تو گوشه ذهنتون داشته، میتونید موفق باشید. یادتون نره دختر سرزمین، انگار مثلا این بگه همه چی درست، تو الان میتونی بیای تو ایران اینو درست کنی، موفق باشید، میتونید به آرزوهاتون برسید. ولی خب بعد از دیدن ویدیوهای زن ستیزانه فیمس ترین آدم ایران، زن ستیزانه، اینو تو گوشه ذهنتون داشته باشید. زن ستیزی من که نمیدونم، حتی هیچ به نفع آیسان کاملا ناامید شدم، کاملا ناامید شدم. من سیمین پورمهر نه میبخشم، باتون باشا، من سیمین پورمهر نه میبخشم. اسم خودش استفاده میکنه، من خفنم داداش. ببین لباس خریدم، موهامو ببین چقدر خفنم، فالوور دارم 100K فالوور دارم، همه قراره با هم عکس بگیر. تو کجای کس خودشو میاره آخر ویدیو تا ویو فالوور جمع کنه. من نوشته قبلا آرزو داشتم PS5 بگیرم، الان بزرگترین آرزوم بریدن سر تو گاداف وار، داداشم گاداف وار. ما بعد دیگه چی؟ پورمهر دبی را ترک، هر چی دیدی بریز دور. الان این آخرین سمیه که میخوایم با هم بریم ببینیم. من یه هیتر بیشورم، هرچی از دهنم در میاد به همه میگم. من یه هیتر بیشورم، کارم خورد کردن اعتماد به نفس بقیه. من واقعا یه هیتر بیشورم. اگه حرفامون حق نبود شماها اینقدر براش گریه نمی کردین. رسول یه تنه ناخاک اکسان کرد. وای من یه هیتر بیشورم، دیگه نمیتونم ویدیو رو نبینم. آدم بگو دیگه هیتر بیشورم کس. اگه پارت سوم اینو خواستی واسم کامنت کنی.